هیچ کس از پیش خود چیزی نشد. هیچ آهن خنجری تیزی نشد. هیچ مولانا نشد مولای روم تا مرید شمسی تبریزی نشد. بیننده های ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی در صحبتی صاحب دلان منظور شماست. در صحبت امروزی ما حضور دارند نفری که قبلا در برنامه پیشین ما به آیشان صحبت کردیم. صاحب دلی هنرمند میرزا منصور احمدov در برنامه امروزی ما حضور دارند. خوش آمدید میگویم. راستی بهره از برنامه پیشین ما چون در آغاز در برنامه اول ما از کسبی دندان پزشکی اصلا صحبت کردیم. در برابر همین ذوقی گویم ساختنی اسباب‌های موسیقی از جمله توری موسیقی و اینجا دو تا رباب، همه این چیزها در جای خشک و خالی پیدا نشد. همه این ذوق‌ها در ایام کودکی، در ایام نورسی تکاملی یافتند تا در مرحله دیگری زندگی ایشان به ساختن همین یک اسباب‌هایی که واقعا برای انسان یک ذوق و احساسی بسیار بلند می‌دهد و روح و جانش را نوازش می‌دهد و صحبت آن را پیرامون موضوع ادامه می‌دهیم. از همون وقت ما 5 فرزند پدر و 2 خواهر و 3 پسر، ما میونه پسرها. همین ذوقی که ویانده بود من به گذشته واسه خون کردم میگم همین خیلی از همین حساب انا تربیتی که همین آدم ما دادن و با آماده کردن انا برای مثلا یک چیز فهمیدن. اگه برای چیز فهمیدن ما همون دوره‌ای که مکتبیم کرجوک برفتم، همین کرجوکی صنعت رباب نوازی. اکنون رفتم بعد همین هم یک چیز مشاهدت کرد که فهمیشیم آمده. اگر حاضر یپانی و هر یک فرد خاندان یک بچه هم خاندان هست باید که یک اسباب موسیقی نوازد. خیلی که نوازد یک چه نوازد. البته یک بازی سپورتی، مشغول سپورتی شده شرط و ضرور بود است. اکنون میگم که بچه‌ای که برای چی اسباب موسیقی نواخته تاند و توانایی بدن انسان دارمش است. برای اینکه مثلا ما همین چیزی داشتیم سر میگوید که همین کارو کن یا گپ زن و از سر زبان با یک فرمان میگوید که زبان جمع یک حرف گفته و ری گوید نوگ زبان کمی بالا میرسد میلازد ری میبرد. آن اکنون اثر فرمان شد. از حرف ها کلمه پیدا میشد، از کلمه ها جمله. آن اکنون گوییم که همین روبو بنده مثلا یا هم پرده های ایننده هر یک چند خاصی خودشه، آواز خاصی خودش. از من میبخشید همین این روبو این پرده ها شاید منه این پرده ها هر یک آواز خاصی خودش هست. این نوت میگم هفته میگم همین کشاده منه همین خیلی تا پایین آوازهای هر خیلی داره. انا اکنون وقتی که سر فرمان میتید که همون آواز موافق زبان حرف نیست لیلک جای زبان کار میکنه. اثر انگشت فرمان انگشت نمیاد. همون ما گوش کرده روان بعد برار گاو زدن یکان خیلی موسیقی همین نواختن به بچه آماده میشه. از همین اگر ما یک گوش کردن کردی همین بدن انسان همین کار نواخته تاند این جدا فهمیشی بلند پیدا میکنه، توانایی بلند پیدا میکنه. از همین حساب پدرم گفتم بعد انه مشغول همین کار شدم. من بسیار بعد از رباب نواخته تانستم بسیار چیزها فهمش میرفتی شدم. جمعه همین یک گریه کشا شده همین چیز یک این کلیدی که انسان به غذای معنوی، غذای یک توانایی برای پیشروی انسان بسیار مساعدت میکنه. این من حیات خودم حس کردم. بله تشکر. و ادامه منطقی که چون از پدر از حضرت قبلگاهیتان یاد کردید، همین انسان با گذشت زمان با مرور سالها بعد میگوید قائل میشد به پدر و مادرش، میگوید که
پدرم همین خیلی گفتن، همین خیلی تربیت کردن، هم مادرم همین خیلی میگفتن برای ما معنی انا همون جوهر و حکمت همون تربیه ها رو با گذشت سالها یک بیسبب یک حکمتی بود که من هم بودم تو بودی تو هم میشیم هم بریم همین گپو برای ما میگفتن. بعد چون ما خودمون در جای آنها میدیم از عنوان کودکی کدام جنبه های تربیت پدر و مادر برای شما یک درسی بسیار بزرگی بود که گفتید که این اونیورسیته دین؟ قبول انا مادر پدر همه وقت اعصاب داشتن برای بهبودی فرزند کار میست است پدر و مادر. چون که اثر ما اکنون گذشت وقتی که بچه میبودیم اینها نمیدانستیم. انا بعد پدر میگفتن که همین وقتش درس خون، وقتش کار کن، وقتش به دم گیر. همین یک مهلت یک شبانه روز تقسیمات شده نشده کار، وقتش به خوب را. انا همین باید وقتش به نکره اگر تو دیگه کار کنی مشغول شوی انا چیزی ضرور میماند. جنگ نمیکنن، نصیحت میکنن. خیلی که بعضی آدم به مجبور کنید و کار میکنن. خود بچه نگاه میکنن که همون گفته پدر گوش کده، انا همون گفته که شما رویه کردن و میکنن از بالا نظارت میکنن که کداست یا نه. نکدن اصلا جنگ میکنن. خیلی جاش میبود جنگ هم میکردن. از همین حساب همین نفهمیده آچام تو همون ماتر رسیده نراست همون چیزی که شدی دور نشه دو پتروسی که شدی اکنون من دور نشه بیانم چی خیلی چون دادم همین نگاه میکردم خیلی کنم گفت نمیزدن چون نمیدونم آچام چه میگفتن که دیگه درباره نگاه نمیزدن وقتی خالقش به چیزی خواهشش بودگیش به ذوقش موافق کار کند به اونجا ویلاماتور بود مونده. ویلاماتور این یک ولسیپید به متر زدگی همین درونش که شده کجاش وایرون شد درست کرده همین با سویرت که های کرد همین خیلی میگاشتم آچه میگن که کوچه یکان تو موشی میزنه نکنه چون پدر میگفتن که مالشن درست کردیم همین کوچه اتیاشه من برو اگر دستی راست به نگاه کنم اصلا دست چپ همین خیلی کرد راه دادن که من همین چی که خواهم کردم آزادی دادن اما نظارت هم کردن. نظارت سخت نظارت کردن بود. نظارت میکنن. انا بعد از همین ما همسایه بچه‌ها هم میومد که تو میتونه میکردی از این من ذوق هم میومد فخرم میکردم که من ساخته تونستم یا همین کده تونستم یا هر روز یک چیز نو اگر اختراع کنم اگر همین چیز من به یک فایده میبرد. بسیار اصلا دوره خوردیم تا امروزه خیلی هر روز یک چیزی نو سازم. بله تشکر. من در یک نواری که در تلفن جایبیتون بود اونجا نوار گرفتگی که شما صاحبی استخوانه هم هستید که مثلا اونجا کارگاهی 3 سالی خودتون که مثلا خردکک یعنی در محیط خانوادگی اما دیدم که مثلا انمون جوانکا هم نورسایی که نبیره های شما اینقدر ماهرانه اونجا کار میکنند. یعنی این چیزی که شما یاد گرفتید برای مثلا پیوند و فرزند و نبیره هم ملکه یاد آورید. اکنون چی که من یاد گرفتم بعد از مثلا گرین انا گفتیم دندان سازی زرگری اکنون زرگری کسب بسیار نازک که برای درک کرده تو درونش و درون چیز ساختن بسیار اهمیت کلان طلب میکند. مثلا میگن که یک چیز خوش رسیده که یوولیر میگن مثلا خود زرگر با این کار کرد یوولیر نه رباط میگن خوش رسیده میگن انا اکنون ما همون یوولیر خودش به دست کردن بعد خداوند هم حقیقت که ما همون تونستیم انا بعد 4 پسر دارم هر 4 هم همین به زرگری یاد دادم. همون جنده خوبی بود بعد از کار اونده زرگری میکردم انا شاگرد میگفتم شاگردها یاد میدادم. انا بعد همین وقت شد که وقتی زرگری میکردیم و از اشیاء خامی که ما گفتیم و ساختیم بالاش مانده کمتر حقی کار مانده فروخته میشد. وقتی که همین خیلی شد که زمان دور سرنگ حلقه و نامدار بود و انا کلی میکردن و دختر میبودشن همون حلقه هایی که ما میسازیم تحفه میکردن دخترها و کلی نوا. وقتی شد که از ترچه آمد خوشیاش آمدن بعد انا اکنون ما کار ما همون
گیران این کاری ما وایران کرده و میسازم مثلا این کاری ما قدرش نمون اصلا مثلا با 10 سال کار کردم بعد بچه ها یاد گرفت این دوام زندگی و خوبه هم این یاد گرفتگیش کار میبیاد انا بعد دیدم با سران یکان چیز نو ساختن کار چه کاری گذاشتم از چه حتی خانه چهایی از بوش که من کلودیس میگن چوهی که سروب دیری میگن خیلی ساخته پیش کارخانه آمازی مانده انا چه بگذاشتم بعد هر یک همین اسباب موسیقی ساختگی موه تاریخشه انا می رباب من یک استا آمدم صدف کرده گفتم همین صدفشه اکون دونش جوگیر کرده من خیلی جوگیر کرده میتونم رباب بنه دیگه کار کرده کن طبق ساختگی ایسیست خیلی همین آدم آمدن کده دادم بعد کمتر کارشون من و با اضافه کار کنم میشد که گفتم دیگه خوشحال کرده میشد و همین اون کاری انده گفته خودم سوالم که هوا آدم افکاراسی 30 سال ایستیم رباب میساخته هم تو خودت میتونی گفته خودم سوال دادم اصلا چه شروع کردم که بیا برو سازم گفته ساختن شروع کردم ساختن بعد دکترش دوتاش شد بینور شد آخر همین درجه در کار آمد انا بعد صنعتکارو من کرد من نزدیک صنعتکار شد من بینی چی نوخته بینی چی وقت چند خودم من نوخته میتونم کنم چون نوتاش ترقی موندن تازه کار کردن کجاش بود نازکی هاش که خیلی همیشه پست صنعتکارو کردم 8 تا ساختم بعد انا بعد سومه درجه در کار آمد همه به نبیره ها گفتم بیتون قطعی کار میکنه و ها من به یاردم میداد انا یاد گرفت چه خیلی ساخته نشه انا اکنون و ها با تاریخی شخمت سازه شخمت عجب ساختگی بدیم بینا یک نبیره انا همسای رفته کارت بازی کرده هفته نشته مستیف میخوادم انا اکنون های بچه داشته نمیشه و یا از وای چیز دیگه چیز به شاخار کردن نکن که و یا مونده این چیز خفت درست niye گفته نمیشه همون کارتونdan da kom کارتونdan da kom بله sonra hani duredgir nemiکنم duredgir سرشش آمد شد لبی کانال رو ببینیم بازار یکشنبه را همین استانوکو چیزی داخلش همه گفته از استانوک کنه بازار میگفت استانوک آد ساختم اینجا متر مونده کریتاش کن چاغمزی میانش چوب مونده اكو تیغ داخل تیغ نیست یک تا سوینه گفته بالگار که تراشته اون تو تراشه چاغ زده سای کوگلچی خوش شد اكو بیتون شخمن میسازیم گفتم انا بعد شخمن سازی شروع کردم بعد 4 نبره اوجه یونام و اساس تناگ به کیم که سازه هر یک دانش یک سر گفتم ساختن گفت سانه بینم اونجا نرفته پول اینجا اون کارگراز انا بعد تخمین کردم که کنی پول گیرد چون کنم 120 130 تا ساختم بعد سان شخمتام خوش شد و ساخته بینم یک داشت پول گران و کاش به ماشین چه خریدم دست چه این کار کرد اولش بستم داداشته دیراجر بکشم به یک چیز پدر کردم چه دادم او کاش به وای پدر کرد من نمیتونم گفته اینم آدم خیلی همت اگر بچه گفت که من این پلگر یکان خرید حیران میشد لکه خودش کار کرده اصلا وقت کجا صرف میکند دیگر همین خیلی یکتاش مادرش به وای خرید داده است تارت که من دیگه نمی‌دونم خیلی دیدم که پول جای در کار صرف کراس بیهوده صرف نکراس اون مگه رفت سیگارت گرفتنش ممکن یا کار ناتوری رفتنش ممکن همش مشاهده کنم نه نقص انا بعد همین بچه‌ها هم به شروع کرد رباب ساختیم انا رباب ساختم بعد چاک کنیم این رباب فروش هم شهر میدارم دکتری دامنه آنکه آمده رباب فروخته است کردم یعنی کارخانه من استانتون مکتب 61 هست رفتم دیرکتور معلمی دیدم معلم گفتم مونده رباب های گفتم وقتشان ما همین کروجاک به مکتبانه کروجاک بود ما یاد میگفتیم همین رباب مکتب تقدیم کنم گفتم یگان تا صنف تشکیل کنیم و همینجا برای بچه‌ها یاد دادن یک کروجاک تشکیل کنیم گفتم رسون ناز میشد گفتم سانی رباب من گفتم سلطان علیکا خدایبردی فهم گفتم یک مصلحت ما چاک کنیم این چه تشکیل کنیم اینا گفتن که اول مکتب بچه‌ها کنسرت میکنیم از اینجا
موزیکال شکل وقتی موسیقی بچه‌ای که مکتب خونه عمده موسیقی یاد گرفته که همین بوده پیش بابا من آزادی گفتم که باید بچه‌ها هم ببینید باید که عبرت گیرن این بیا میتوانم منم میتوانم نه یاد گیرم انا سانه رفتیم اود نواز رباب نواز تور نواز سرود خوان دوره و بنین چنگ و واقعی همه گرام بوده کنسرت که یک تا نوبت داده بچه‌ها همه دید انا گفتم که من این سه رباب گفتم مکتب شما تقدیم انا کن درس ایلوگی رو سران پول میداد که من گفتم نه این بیپول انا شما من این سیف ان شما من این معلم شما و انا شما واکنتم عمده اصلا بیپول یاد گرفتم بچه‌ها سانی یک هفته گذشت بعد از ببینم 53 تا بچه شده است در آمدم دنی سیف بعد از درس استاد یاد گرفتن رباب مشغول شدم سانی من دیرکتر اجازه گفتم که این معاش هم معلم یک داشت که تام من کنم دوامش من سه کنم مونده خیلی شتات نیست من اولیک داده نمیتونم گفتم معلم وی کردم اکو سال کردیم چاپ گردیم نمیشد حق گفتم که مجبور هیچی اولیک معلمم میتونم گفتم اونی معلمه سانی معلم گفتم که انا شما درس گذارید من روزی گفتم که من یک هفته دو روز درس 2 ساعتی انا یک ماه 8 ساعت درس میشد همین گذارید بچه‌های من یادید انا من اولیک گفتم و روزش دو معلم انا بعد این مکتب شخصی گوشد مکتبی 27 خودم خواندگی شوندن که همه خیلی شده است ما کاری نمیتید نه اونجا بوده دادیم انا بعد مکتبی 50 اونجا هم که شده مکتبی 14 شده مکتب گیمنازی 2 ارباب همه خیلی که 5 تا مکتب کروجا کردیم انا اکنون سلطانیکا گفتم بیت گفتم هر 6 مکتب آزمون میکنیم که 5 مکتب یکم جایی که میگیرد دیگر چیز که میگیرد انا 2022 بود انا تا این سال هر سال 2 تا آزمون یک نیم سال اول نیم سال آخر همین به آزمون کرده بچه‌ها ببینیم یک دخترچه 6 صفر میخواند 20 خط شعر خودش نوشته است هم 20 خط آهنگ در آورده است خودش رباب همین انیمال ساخته که برآمده خوانده داد خودش آهنگ در آورده شعر نوشته که خودش خوانده نواخته داده من گفتم این چه نوع چیزه که همین قدر چیز بنا همین کارو کردیم ذوق اومد که انا تلا عدونی لایقه برآمد میگید میاد که پاش دادم یا همین خیلی بچه ما یافته دیده تونستیم اكو یک وینه با 15 تا مکافات میشه یک تا گراند پری میشه که 15 تا مکافات هر یک صنف به هر یک مکتب 3 تا یکم دیگه سایون جا 5 تا 3 تاش 15 تا 16 ماش انا گراند پری میشه با مکافات بخواد انا کم بچه‌ها شوقمند شد همین خیلی کرده من حاضر 25 باشه 3 سال 4 سال شد همین به بچه‌ها درجه درکاری 5 تا مکتب بسیار درجه درکار بودن بقریبی انا کنکورسی کردیم این پیشم یک تا ربابی ناقصه من گفتم اگر کمی که همون سرکار خواندوشه تا امروزه من از رادیومی از تلفن یکم موسیقی که خودم گوش کرده گشتم میمونم بعد برایش ناخته تاند همین رباب این همون پدر گفتم سال گذشته اول همش سری محفل بنده شد اونجا تا همش دارن یک تاش معلمش آمد استاد گفت یک تا بچه من مینازم گفت سانی همانش برود گفتم سانی خودم قویدم و یک موسیقی نمازم برارم نمو دیگه باید نشون دست یا شون داشتم و تیار نه وای بعد دیگه میشه سعی میشه ببینم نوخت انا تقدیم کردم خودم محصول کارم به خصوصا شدم که انا این بچه یک شوندن که موسیقی گوش کرده روان انا نواخته میتونه انا بود همین نیم سالی بعدم یک بچه هفته صیف میخونده که انا بیام این خیلی شد با یک دیگه رباب من گفتم این دفعه هنگش به 2 کس باشدم 2 تا رباب میکنیم 3 کس شد 3 تا رباب انا تقدیم میکنیم همین تانیسه که دادم میگیریم گفتم نکن اکو ولی مهنت کرده حرکت کرده گیرد و قدرش به میرسد به ماننده اون که پولتی دیگر اگر کار شد کجا کار میفرمون
الان خیلی شده حاضر من ذوق همین درونی مکتب درونده، درونی بچه ها درونده، همون پدرم گفتگیشانه که اگر آدم وقتی آورد اگر همین و خودش بیهوده صرف میکنه یک کار رو مشغول شود اگر اون درجه معین رفته میرسد. من میخوام که مکتب بچه های ما همین یاد گرفته برای آینده نسل نوروسی ما پیش برفتنش، فهمشش بلند است. صنعت نیاگان مردمی تاجیک پایدار شده تا امروز آوردن به بچه ها مساعدت کردن. که خدا خواهد پیش میبرد. بله تشکر. واقعا این اقدام هایی که معلم میرزا منصور رحمتوف انجام میدهند، انجام داده ایستادند تا امروز شایسته تحسین است، به خاطر آنه که مخصوص در همین سن سالی که گویم کودک در مرحله بلاغت رسیده است، او میلان زیاد پیدا میکند، یعنی آرزوهایش به مثل باد است که تغییر خورده می ایستد. و بسیار نکته خوب اینجا گفتید که وی باید در همین حالت هم داشته ایستاده گویم ذوقش به همون کار اندرمان کردن کار که آینده گویم به آن مشغول شود. شما در برابر همین گویم پزشک بودن، در برابر همین هنری گویم سازهای موسیقی ساختن، شما در محفل های استادان سخن، استادان صنعت نیز مثلا هم نشینی دارید و مثلا در محفل آنها بودن برای شما بیشتر چی میبخشد؟ بهره های شما همون محفل ها که شما می نشینید هم نشینی دارید. قبول. اکنون انسان وقتی که سرکار میشد و دست به کار میزند برای خواندن دستش نمیرسد یا برای یک وقت یافته یک کتاب خواندن به میخواهیم، لیکن این کار کنم اگر تشکیل کنم و نوگیری کنم همین هر روز یک چیز نو ساختنم در کار کنم انا بعد حلاوت میبرم. بعضی آدم من شما مثلا حلاوت خودتون هست، هر یک انسان خداوند همین خیلی که از هر یک چیزی که در کار خودش حلاوت گرفت انا باید دام میگیرد. روزها لوبی می دیال میگه اگر همین که آدم مشغول باشد روزش نقض میگذرد. اکنون من میخوام که از درون کتاب باخبر باشم، میخوام که انا از صنعت ما با خرسون براش آدم های بزرگ مثلا گیریم شعرهایی که از سیدای نصفی، من ریدکی، لایق، همین شعرهای میگن درون حقیقت بسیار مضمون های بلندش است. انا ما ساختره هم سرود گوش میکنیم، معنی سرود رفتن بعد انا بعد ما یک معنی غذای معنوی میگیریم. انا ما برای همین درون شعر به درون رفتیم، درون صنعت به درون. هر صنعتکار هم از یک کتاب کافته درونش در کارش میگیرید و برای مردم پیشکار میکند که مردم به جلب کنند. انا برای این بسیار صنعتکارهای ما محنت میکنن، مردم پیشکش کردن براش بسیار شاعرای نیاگان زنده میدارن عقیده هاشونه. انا بعد موسیقی دونش میدارن بعضی میشنم همین موسیقی اوجش در کار این صنعتکار رو هم نمیدونن و صنعتکار رو هم نمیدونن. انا میگم همین اوجش من به یادتون میکنم. مثلا گیریم خیلی بخشی تازه کمتر همون اتمگاه تانگ میگه طاهر زیرو فیلم ها کینو فیلم همین دونش به یک اثر هم موسیقیش هم به این بخشی هازی اسم همینجاشه من نوقت تانستم و همین تا اوجشه میرم صنعتکار من این چیز اوجش نواز کنم نمیگه این آدم میرم و آدم هیچ کی من همین اوجش نمیگه کافته گشتم. یک روز همون مکتب 2008 بس مکتب گیمنازی 2 رو هم پسری خورده همونجا میخوام. من گفتم جان رو بابا بود است همین هایگم هایو اینجاندا همش بیکار خور رفته است، همش جمع کنید ماشین میتید گفتم
من چند کتید با درست کرده بودم اونجا مکتب تشکیل میکنیم گفتم موسیقی انا بعد گفت من بازار خربزه پنجشنبه وقت عبدالواحد احمد بودم هیام حاضرم همین استاد در آدم گفتن چند پولی که شاید همین ما درست کردیم ما مکتب بوده همین تیم که بچه‌ها کارفرما دایره بود دو تار بود رو بود یک 15 تا بود و آدم شروع کردن یک آدم دو فتیلری تور برداشت داد درون گفتن که میبخشید اکا گفتم من همین روا اسفر برفتم همین تیم و همین تارم فهمانم برو همسان شما صحبت کردین تا مالش گفتم سوری کشو دادن من این خیلی کردن که این خیلی تور گفته و اکراسینو شما کیم گفتم استاد گفتم من معلم گفتم اینجا سند درس میتونم کالج سند درس میتونم سوری من گفتم همین یک تا آواز همین من نمیتونم گفتم همه جورا نمیتونم همین میدانید میگم و یا گیفتن رو هم تو یک تا تور من خریدم یک چیز بدن دومش ندارم اوزی همین نواختنو بینام رسا خوشو کرد نواختن آجش همین گفتم من گفتم چندین سال ازبکستان رفتم ایسه رفتم همین یافته شما دادگی بودم و همین یافته گفتم امر شما با استاد گفتم گفتم من حالیش کیم عبدالرحیم شیرمت گفتم نامشون رحمتی بخیر خدا رحمت و مغفرت کنه به قلبی بندگی رو بجا بنده روز استقلالتان بنده کردم انا بعد گفتم که من حالیش کیم دیگه گفتم آدم تنبور نواز خوشو های انا رباب نواز دوتار نواز اگر پیش من بید گفتم من واقعی وام میخورم گفتم سانی رفتم ستارکا خدای برده احرار جان و چیزی و تنبور نواز رو خوردن انا بعد جریبک نبیف خوردم جریبک نبیف خوردم سانی کمتر صحبت کرده شتگی بدیم که بینام تلفن من جریبک رو ضبط کردم همون 2008 میدونیم 2008 بس ضبط کردم فهمیدم که این آدم خیلی آینده من یافته میتونم دینه خرسند شدم که همین خیلی آدم نظرشون من فهمیدم گفته پس همون بسیار شنیخیز کردیم انا یک روز محفل صنعتکارای کده تا 73 تا صنعتکاری تمام ولایت جزیره و به کلانگیر به یک بار چای کردیم محفل صنعتکارا تشکیل کرده انا اونجا همه صنعتکارا جمع کردن سانی پدرم و ایشان زنده بود 11 تا دوستشون همه های جزیره یک اونجا شنونده سانی گفتیم که انا امروز من سردار جریبک و نبیف کردی انا محفل تشکیل شد از هر یک ناحیه دو تا سرود میخوانند انا لال رجب برامده و کدام سانی گفتن اگه التماس هم های همین آنهای پیشتر ببین میکروفون ممکن نیست گفتم بی میکروفون زنده سان جریبک گفتن که میزه منصور بیت خاله برای همین یک تنبوری بار گوش کنید یک مایده چمونیم من گفتم تنبور گوش من که گوش کنید گوش خودم که نه حاضر کردی سانی همینجا هر نوعی دوتا خواندن که بی میکروفون انا یک موسیقی معلم ایوب فکنداتین و آدم اینستیتوت درس میدادن برانده آبی دیدشان ریخته بودن که من دوری بچگی مانده همین خیلی وای بود محفلای ها بی میکروفون بود انا بی میکروفون همین روز شد من شوندم گفته خرسند شدن ده همه آدم هیجان شما اگر فهمم همین بی میکروفون چیز خود مردم مجبور جمعشت است
وقتی که میکروفون بالا میشد گپ میزدی که شاید اونانگشی مجبور بلند داد گفته بود و آواز پیدا میشه اگر بی میکروفون اش خون گپم و یونانگی نگاه میکرد خلا چی شده میرسن خلا میرسن برای همه خیلی آدم های بزرگی همسر باشدم و حرکت کرده نیت ما رسیدیم. تشکر سلامت باشید. بیننده های ارجمند در صحبت ما یک نفری صاحب دل میرزا منصور رحمت حضور دارند. راستی دوامی این یک ساعتی صحبت ما من از ایشان بسیار بهره های تازه به تازه گرفتم و برنامه ما در جنبه است یک روبریکی دارد، بخش دارد با نام 3 مصلحتی شما. این لحظه شما رو نوارسان جوانان به چشم امید از زندگی نامه شما آگاه شدن و این تارها رو این چیزهایی که امروز ما برنامه رو آرا دادیم اینا دیده ذوقشان شاید گرفت که میخوان روند پی صحنت روند پی موسیقی روند و اگر گویم که شما 3 مصلحت دهید کدام ها رو خواهید گفت برای آنهایی که واقعا در زندگی توانند سعادت یافته باشند و کامل که تکامل. تماشاگران محترم خواهش من این است که انا مکتب میرم بچه ها یک میبیاد و کروژوک صنعت نمیبیاد بازمون دادام نموندن مادر نموندن یا خواهش ندارند بوده. خواهش من همه که از پدر مادرهای مهربانی که برای فرزند آیندهشان پیشرفت میخواهند اگر همین کروژوک صنعت بیان چه خیلی که از من در اینجا گفتم برای بچه نقص افزایش شدنش انا و وقتی که یاد میگیرد باز 10 تمام کندگر انا ارمی رفتنش در کار دختر باشد خواندم رفتنش در کار این سود میدارسن وقت نمیاد هم با حاضر این وقت به مشغول شود اگر همین چندی قدر کارهای بهتر برای آیندهش ذخیره شدن برای این یک پیشروی نقض میشد. برای التماس من نصیحت می التماس من مصلحت که فرزندهای انا همین مکتب میرم گنگر خواهشش باشد رد نکنتون. دیگه مصلحت انا کن از صنعتکارایی که حاضر میخونن کروژوکی صنعت با این صنعت میخونن من التماس دارم انا برای آینده شنونده پیدا کردن اول شنونده ساختن در کار. انا حاضر ما خودمون نمیخوایم که فناگرام باشد خودمون نمیخوایم که همین کار درونی تاجیکستان نباشد فناگرام با آواز زنده شدن براش اول شنونده اگر وای درک کند خودی شنونده نمیخواهد که سراینده و با فناگرام بود. انا اصلا من 5 تا مکتب اگر ما من 4 سال ایسی اگر محفل تشکیل کردم من باوریم کلام که انا اینها فهمش سند رفتن و فناگرام کردی از آواز زنده فرق کرده میتواند این بهترین برای همون اگر من هر یک صنعتکار یگان حصهش برای یگان مکتب مونده اگر همین چیز برای آینده صنعت پیش بردن تو نقض میشد. سایمش من وعده میتونم که انا حاضر 5 مکتب باشد همین 6 مکتب برای کشوردم من با 3 روباب تیار کردگی 3 روباب همین من کدام صاحب کار می یگان سخاوتمند می یگان مکتب گیرد و انا در این 10 سال به من همین معلم ما اوشه میتونم همین معلم یافتم من روبابشم میتونم من اوششم اگر تینگر همون معلم یافته میتونم انا بعد درون همین 5 مکتبی که ما محفل میکنیم و کنکورس میکنیم و این بچهای شوقمان میکنیم انا همون مکتب انا محفل به قش میکنیم. انا این سال تا یانور گویم که اگر اگه صاحب کار یا همین عهده خودش بگیرد انا سال دیگه با سیربو میسازیم با دیگه مکتب جمع کنیم همین خیلی پیش برفتم و ما حرکت میکنیم. بله تشکر تشکر زیاد خوش آمدید بار دیگر برای آنکه دعوتی ما رو پذیرفتید. واقعا در صحبت این گونه شخصیت ها بودن واقعا یک باعثی فرح است خوشنودی است بهره برداری است چون ایشان
در آغاز یک کسبی را انتخاب کردند که در آن کسب اولشان نیز موفق شدند و مردم سلامتی میبخشند. گذشته از این امروز در دایره همین بلند برداشتن ذوق صنعت شناسی، ذوق استتیکی کودکان و نورسان، اینقدر این محفل ها در 5 مکتب ها این کاری سهل نیست. بسیار خوش است که در جامعه همین گونه انسان های شریف هستند که میتوانند در آبادیان خدمتگزار باشند. برایتان تنیسیت خاطری جمع و نواهایی که امروز از این تارها میشد آن نواهای جاودانه است و عمر شما نیز مثل این نواها جاودانه باشد. سلامت باشید. خوش آمدید. بیننده‌های ارجمند، اینجا برنامه درس بیتی صاحب دلان با یک نفر صاحب دل میرزا منصور رحمتوف به پایان میرسد. امیدوارم که شما نیز از این صحبت ها برای خودتان بهره تازه به تازه گرفتید. خیر تا برنامه های نوبتی خانه آباد و سربلند و کامیاب باشید.